الکساندرا نیکیفورووا در نقش آنا، دستا کوکتمی در نقش هوشیار، علی احساندرو در نقش سلطان محمود، امل چولگچن در نقش اسما سلطان. داستانی عاشقانه و زیبا از عشق سلطان محمود به کبوتر گیر افتاده در قفس، معلمی زیبا به نام آنا. سلطان قلبم. بفرمایید. چی شده؟ اومدی پیروزی تو جشن بگیری؟ برعکس، نگران تو شدم. الان که دیدی از اتاقم نمیتونم برم بیرون. خب حالا میتونی بری بیرون. صالحه، تو لجبازی، مغروری، خودپسندی، ولی میدونم که قلبت پاکه. من تو رو خوب شناختم، چون برادر تو خیلی دوستشون داری، نمیخوای اونا رو با من قسمت کنی. ولی من نمیخوام جای تو رو بگیرم. من فقط معلم شما هستم. جایگاهمون با هم فرق داره. فکر میکنم سلطان هوشیار اینا رو تو مغز تو فرو میکنه. فکر سیلی و دروغ گفتن به پادشاه و کاری که باید بکنی ساده است صالحه. اینو به بابات اعتراف میکنی و جزا تموم میشه. تو دختر باهوشی هستی، به حرفام فکر کن. خودتو نجات بده و اعتماد پدرتو جلب کن. اول مردممو گرسنه میذارن، بعدش دست راستمو، کاتب اسرارمو میخوان سر بنیست کنن. کی جرأت همچین کاریو داره؟ معلومه که کار ینیچریه سرورم. همه ی آدمایی که دستگیر شدن خودی هم. میدونم آقا خلید، یه چیزی توی قلبم بهم میگه برو سراغ آدمای خودت. اما قربان، ینیچری از قدرت شما با خبره. بعید میدونم یکی از اونا بخواد به شما سوء قصد بکنه. اونا ضعیفتر از این حرفان قربان. مهم اینه که مردم پشت شما. همین که مردم به شما عادل میگن سرورم. اگه گناهکار و بیگناه، حقدار و ناحق اگه با هم قاطی بشن، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون چیزی که منو دگرگون میکنه همینه پاشا. در ضمن میدونم که این کار چند تا راه زن نیست. واسه همین برای دونستن حقیقت تنها راهمون حرف زدن عارفه. خب سرورم، امیدی هست که این خائن حرف بزنه؟ هست آقا خلید، هست. از خدا نمیشه قطع امید کرد. انشالله که حرف میزنه. اون وقت حلقه های این زنجیر خیانت دونه دونه مشخص میشه. صبح بخیر زفیر. تعریف کن ببینم همه چی خوب پیش رفت؟ بله آقا، همونجوری که شما فرموده بودین و دستور دادین همه آدم ها برای همیشه خفه شدن. عالیه. ولی این وسط اتفاق غیر منتظره افتاد. نامیک پاشا هم این وسط تیر خورد. مهم نیست، زیاد ازش خوشم نمیاد. امر دیگه ای با بنده نداریم؟ نه، الان باید بشینم منتظر که سلطان اسما با پای خودش بیاد پیش ما. زخمتون داره خوب میشه. دعای یکی پشتتون بوده. تیر به جای خطرناک نخورده بود. اگه خوب بخوابید و استراحت کنید 2-3 روزه خوب میشید. پاشا چی کار داری میکنین؟ اینقدر خوابیدن مناسب ما نیست بهجت مولا. مرد نباید زیاد بخوابه باشه. نمیشه. پاشا باید بخوابید. روزخوش. من نمیتونم اجازه بدم. پاشا وایسین پاشا. معذرت میخوام. معذرت.
سلطانم، نمک پاشا کدوم ور رفتن دیدین؟ از این طرف رفتن. ممنون سلطانم. من چی بگم به پادشاه؟ حالا منو میکشه. سلطانم، ازتون ممنونم که اگه نبودین بهجت مولا تا حالا منو 1000 بار کشته بود. البته یادم رفت خودم رو معرفی کنم. به من میگن نامیک پاشا. البته من کودکی شما رو یادمه، ولی شما منو قطعا یادتون نمیاد. کوچیک بودم حتما. بله، اما الان که میبینم خیلی بزرگ شدین. سلطان جوون و فوق‌العاده‌ای شدین. الان بهتری؟ خوبم. یه هوا بخورم بهترم میشم. به لطف شما. اگه کمکی کرده باشم خوشحالم. روز خوش. روز خوش. سلطانم، بگو گلزار. پادشاه معلم و بچه ها رو به اتاقش دعوت کرده. میدونم عزیزم. عبدالحمیدم رفت؟ اینطور که میگن صبحم آنو رفته تو اتاق صالحه. صالح جوابی که باید میداد و داده. نگران نباش. ولی میگن زیاد تو اتاقش مونده. خب منظورت چیه گلزار؟ میگم اگه معلم صالح رو قانع کرده باشه چی؟ بچه ها یه اشتباهی کردن. هرچند که بعضیشون فهمیدن که اشتباه کردن و بهمون گفتن و ما متوجه شدیم. اینجوری تونستیم دل معلم رو به دست بیاریم. نفرمایید سرورم. حالا میخوان به خاطر اشتباهی که کردن از شما عذرخواهی کنن. سرورم، من خیلی وقته که فراموش کردم. هرچی که شده. ولی باید عذرخواهی کنن آنا. عبدالحمید، معذرت میخوام آنا. خواهش میکنم. عبدالمجید، معذرت میخوام. ممنون. منم معذرت میخوام. نمیخواستم اینجوری بشه. ممنون. صالح، سرورم مهم نیست. ما صبح با صالح حرف زدیم و تموم شد. مگه نه صالح؟ نه خیر، اصلا هم اینطور نیست. سرورم، من همیشه ارزش و احترام زیادی برای شما قائل بودم و هستم. اگه ناراحتتون کردم معذرت میخوام، ولی من از این سن عذرخواهی نمی کنم، چون فکر نمی کنم اشتباه کرده باشم. این چه طرز حرف زدنه؟ تو نبودی که دروغ گفتی و تهمت زدی؟ بله، ولی حقش بود. نمیدونست با یه سلطان باید چطوری رفتار کنه. تو از کی اینقدر خودخواه شدی؟ چطور خودتو بهتر از بقیه میدونی؟ ما قبل از هر چیزی بنده خداییم. بقیه رتبه ها و عنوان ها بعد از اون میاد. ولی حالا که به زبون خوش نفهمیدی، به زور میفهمی. جبری کالفا، به صالح ساده ترین لباساشو بدین. همه جواهراتشو میدین به مادرش. از این به بعد تو کلبه متروکه باغچه میمونه. تا وقتی هم که از معلمش عذرخواهی نکنه نون ساده و آب بهش میدین. بابا، تصمیمم قطعیه، ببرش. بابا، سرورم. بابا این کارو نکن، خواهش میکنم. بابا این کارو نکن، خواهش میکنم. صالح، چی شده دخترم؟ جبری کافا کجا داری میبریش؟ پادشاه تنبیهش کرده تا وقتی از معلمش عذرخواهی کنه باید تو کلبه باغچه بمونه. پس یعنی عذرخواهی نکرد؟ تو همه اینا تو هم نقش داری، میدونم. مثل مار زهر تو به همه میریزی. بی من چه ربطی داره؟ اصلا معلوم هست چی میگی آشوب جان؟ خوب گوش کن. باید دخترتو درست تربیت میکردی. صالح هنوز خیلی بچه است. اگه اینجوری تنبیهش کنید حساس سر میشه. اتفاقا به خاطر خود صالح این تنبیه لازمه. مگه ندیدید؟
این اشتباه تربیت بزرگیه. بچه هم به خودم مربوطه آنا. من باباشونم. منم معلمشونم. آنا بیشتر از حد حرف میزنی. بیا تو. سرورم، ملا بهجت میخواد شما رو ببینه. بگو بیاد. بیا ملا بهجت. غریبه نیست. حرفتو بزن. سرورم، گفته بودیم بهتون خبر بدم. هر گونه مداوا رو انجام دادیم ولی کن عفونت داره پخش میشه. به خاطر همین تبشو نمیتونیم پایین بیاد. خب بگو. نمیخوام دخالت کنم ولی تو پاریس یه مرهم هست که از نبات درست میشه. اگه بخواین میتونم براتون درست کنم. فقط تو این دخالت نکرده بودی که اونم بکن. هدفم کمکه. لازم نکرد. خب هر جو که راحتی. معلومه که هر جور بخوام همون میشه. میتونی بری. سرورم، همه چی خودش میدونه ولی من میدونم چی کار کنم. نگهبان. بفرمایید پاشا. این عضو ینیچری که زخمی شده کجا داره مداوا میشه؟ طبقه پایین تو اتاق حکیمه. خوبه. ما هم شانس نداریم که پادشاه نجات پیدا کرد. ما هم به پرتگاه رسیدیم. آخ الان باید تو طلا غلط میزدم و با زنها خوشگذرونی میکردم. اون وقت نشستم اینجا دارم با تو حرف میزنم. عارف لنگ، همش به خاطر غلطای زیادی تو بود. اونقدر گفتم زیاد این برا نپلک ولی اشتباه از منه. مردمم پشتمون بودن، حالا بازم طرف پادشاه. الان باید آروم باشیم حبیب. بذار آب از آسیا بیفته، بازم دوران ما میرسه. میدونم ناراحتین که صالح اینجا نیست. ولی یه فکری دارم. نمیشه. بیرون اومدن سلطان ممنوع. بله سلطان بیرون نمیاد که ما میریم داخل. درس داریم. زود باشیم بچه ها. ببین اصلا به حرف معلم گوش میده. دوست دارم ببینم پادشاه چی میگه. اصلا بد نیست. خب بشینین ببینم. خب بچه ها شروع کنیم. دفترها رو باز کنیم. درس رو شروع میکنیم.
که نمیخوام درس گوش کنم. نمیتونی فرار کنی، باید گوش کنی. چقدر خنده دار. پاشا خیره، تو چرا سر پایی؟ استراحت کن. سرورم بگو بمیر میمیرم، ولی از استراحت با من حرف نزن. وقتی تو اتاق میخوابم یه جوری میشه. خدا رو شکر که خوبی. یه لحظه فکر کردم ما رو تنها میذاری و میری. فعلا خیلی کار داریم که انجام بدیم. با اجازهتون هیچ جا قصد ندارم برم. خیلی خوبه. باز کن درو. پادشاه اجازه و از داده؟ تک تیرانداز پادشاه اجازه داشتن رو میپرسی بی ادب؟ برو کنار. من میخوام برم با عارف سر بزنم. بیا با هم بریم. همه چی رو خراب کردی عارف، وگرنه تا الان محمود از تخت اومده بود پایین. این چه بلایی که دشمنمو نمیشناسم نمیک. دیگه تو خوابم هم میاد. روزا تو قصر، شبم دارم تو خواب میجنگم. ولی شمشیرم فقط هوا رو میبره. کم مونده سرورم. بذارین این یارو حرف بزنه، همه چی مثل روز روشن میشه. لازم باشه دستمون رو تو حلق عارف بکنیم، اسم خانه ها رو میکشیم بیرون. یادت راحت. حتی لیاقت اینو نداشتی که بمیری. خیر آقا خلید. سرورم خواستم با چشمای خودم ببینم. وضعیتش انشالله خوب میشه، ولی زیاد امیدوار کننده به نظر نمیرسه سرورم. از کی تا حالا حکیم شدی؟ نیت بدی نداشتم سرورم. زود باش آقا خلید، برو. سرورم شاید وظیفه من نباشه، ولی از وقتی اومدم از این آدم خوشم نیومده. دائما یه جور رفتار میکنن که انگار همه چیزو حساب. منم همین حسو دارم، ولی من با عقلم حرکت میکنم. حتما یه چیزی میدونم که باش روبرو نمیشم. برای مبارزه با این ارازل باید یه سری افراد کنارم باشن. خلیدم یکی از همون آدم هست. فعلا باید تحملش کنم. موسی، از حالا به بعد از این در حتی یه مگس هم بدون اجازه من وارد نمیشه، وگرنه از چشم تو میبینم. چشم سرورم. این نگهبانم بفرست بره، به جاش یه آدم درست حسابی بذار اینجا. اطاعت سرورم. گربه عبدالمجید. از این آسونتر هم داریم. لوشا. آفرین. باغچه گلفتن. لژاقدو. 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 آفرین به تو. درخت. نه پیلان. نه خیلی باهوشه. من اون به گیاه گفته میشه، درخت میشه لوآبره. اوه صالح، تو چه چیزایی بلدی از ما پنهان میکردی؟ مادمازل، امروز رو باید با 10 تا جعبه شیرینی جشن بگیریم. آبجی صالح هم برای اولین بار به کلاس ملحق شد. سلطانم این روزا خسته به نظر میرسید. بازم خوابتون نمیبره؟ تو این قصر که از کسایی که منو خوب میشناسه تویی. آره ذهنم خیلی خسته است. اتفاقات ولم نمیکنه. صالح کار بدی کرده. امروز صبح تو باغچه قدم میزدم که از جلوی کلبه باغبون رد شدم. علیرغم صالح، وقتی فهمیدم خانم معلم درس میده تعجب کردم. درس میده؟ وقتی دیدم معلم با بچه ها رفتن تو کلبه تعجب کردم که بدون اجازه شما رفتن. بعد گفتم در حد من نیست، حتما اجازه گرفتن اومدن پیش صالحه. نکنه خبر نداشتیم؟ خبر نداشتم. این چه جسارتیه؟ اولا سعی میکردم خطاهای معلم رو درک کنم. فکر میکردم اصول و قوانین قصر رو نمیدونه و این کارا رو میکنه، ولی بعد دیدم از سر نادونی نیست.
میدونه با این کارا رو میکنه. وای خدا، ناراحتتون کردم؟ نکنه اشتباه کردم گفتم. نه، خیلی هم خوب کاری کردیم. سفیر دیمیتری، پس اومدین. چجوری میگفتین؟ سورپرایز. متوجه شدم که سورپرایز رو دوست دارین. منم تصمیم گرفتم سورپرایزتون کنم. خدا میدونه که چقدر خوشحالم کردین. بفرمایید لطفاً. چی براتون بیارم؟ زحمت نکشید، زیاد نمیمونم. راجبتون اشتباه کردم دیمیتری. فکر کردم کاری که شروع میکنین و تموم میکنین، ولی اینطوری نبودین. متوجه نشدم سلطانه. چی نیمه کار مونده؟ یکی از آدما نمرده، زنده است. برادرم محمودم برای خوب شدن و حرف زدنش هر کاری میتونه انجام میده. بیا تو. منو درخواست کردین سرورم. سریع به معلم خبر بدید بیاد. چشم. اگه بگم کارای قبلیتون رو تقدیر نکردم دروغ گفتم، ولی وقتی فهمیدم یکی از آدما زنده است ناامید شدم. شما حق دارین، چون من اصلا کاری که شروع کردم نیمه کار رها نمی کنم. ولی نتیجه معلومه. حیف شد. یه لحظه خواستم بهتون اعتماد کنم، اشتباه کردم. اینکه اینو همین اول راه متوجه شدم خوب شد، چون کسایی که من باهاشون وارد یه مسیر میشم حتما باید بتونم روشون حساب کنم. به شما ثابت میکنم که میتونین روم حساب کنین. میبینیم. سرورم، درخواست کرده بودید منو ببینید؟ چیزایی که شنیدم حقیقت داره؟ امروز پیش صالحه درس دادی؟ درسته سرورم، واسه اینکه صالحه از درس عقب نیفته. چطور میتونی این کار بکنی؟ چطوری میتونی دستور منو نادیده بگیری؟ صبحم گفتم تنبیهی که کردین خیلی سخته. شما هر چقدر غرورشو بشکنین کلا صالحه رو از دست میدین. مسئله صالحه نیست، نمیفهمی؟ مسئله اینه که دستور منو نادیده گرفتی. اینطوری هیچ کس رو حرفم حساب نمیکنه. مسئله من زیر سوال بردن قدرت شما نیست. شما هم اینو درک کنید. فقط سعی میکنم وظیفه‌مو انجام بدم. این چه جسارتیه؟ هیچ کسی نمیتونه تو این اتاق با من اینطوری حرف بزنه. هیچ کس. حد تو بدون. من با اجازتون من نمیخوام تو رو اذیت کنم و اشکتو در بیارم، ولی تو هم باید منو درک کنی. خودت میدونی که چقدر برات ارزش قائلم. اگه
اگه تو گریه کنی منم ناراحت میشم. قصد منم اصلا عصبانی کردن شما نبود. ببخشید. جواب معلم چی بود؟ به پادشاه بگو. خودش خواست سلطانم، کار خوبی کردیم به پادشاه گفتیم. فکر کردی من فرصت از دست میدم؟ ببین چجوری کم کم از چشم سلطانم بیفته. خوب کردی ترسوندیش. معلومه. تازه طلا رو دید گفت اصلا به کسی نمیگم. خوبه. یا خدا، چی کار میکنن این زن این موقع شب اینجا؟ ای وای، ای خاک عالم، من چرا دیدم اینو الان اینجا؟ من برم. عزیزم چطوری ساله؟ فوق‌العاده. سفرم پر، خونم معمور. میخواین چطوری ازتون پذیرایی کنم؟ با نون خشک یا آب؟ حق با توی، ولی یکم صبر کن. چه صبری؟ ببین حالمو. شایدم حق با معلمه. نباید حرف شما رو گوش میکردم. چی کار میخوای بکنی؟ از معلمی که تو رو به این روز انداخته معذرت خواهی کنی؟ اگه غرورمو بشکنم و عذرخواهی کنم بهتر از این وضعیتمه. نیازی نیست سرت از این فرود بیاری. خودم از اینجا نجاتت میدم. چطوری این کارو میکنی؟ میفهمی. فقط به نون و آبی که بهت میدن به هیچ عنوان دست نزن. آها، پس از گشنگی و تشنگی اینجا بمیرم. مگه من میذارم گشنه تشنه بمونی؟ به حرفایی که میگم خوب گوش کن، بعد ببین پادشاه چطوری به دست و پای دخترش میافته. من وقتی بابام از دست دادم خیلی کوچیک بودم. مرحوم عموزادم سلطان سلیم منو مثل بچهش بزرگ کرد، بیشتر از اون چه که باید بهم میرسید. ولی بازم آدم تو بچگی بابای خودش رو میخواد. میخوام بچه های من وجود پدرشون رو حس کنن و بزرگ بشن. من میخوام اونا بدونن که شخصا بهشون رسیدگی میکنم. شاید صالح الان از دست من عصبانی بشه، ولی مطمئنم در آینده میفهمید چه کاری رو براش انجام دادم. ازم تشکر میکنه. شک ندارم این اتفاق میافته. چرا دارم این رو به تو میگم؟ حوصله‌تو سر بردم. برعکس، خیلی خوشحال شدم که گفتی. خوب میدونم چه حسی داره از دست دادن یه عزیز. منم خیلی کوچیک بودم وقتی مادرم رو از دست دادم. نتونستیم این غم رو تحمل کنیم، از روسیه جدا شدیم. بعدش سالها گشتیم شهر به شهر. فکر میکردیم میشه از این غم فرار کرد. بعدش اومدیم استانبول. من اینجا رو تا دیدم عاشقش شدم. خیلی خوشحال شدم که پدرم منو آورد به اینجا. آشیونه جدیدمونو پیدا کردیم. اینجا ایستگاه آخر بود برای ما. بعضی وقتا فکر میکنم شایدم تقدیر منو کشون تا اینجا. چه تقدیر قشنگی که تو رو آورد پیش ما. آدم وقتی شروع میکنه به دوست داشتن، شروع میکنه به زندگی. شکسپیر. جمله خیلی زیباییه. تو هم اینطوری فکر میکنی؟ دیگه یقین پیدا کردم.